درود و وقت بخیر. در ادامه فرمول دان میخوایم در مورد نحوه ساخت دان صحبت کنیم. این دستگاهی که مشاهده میکنین دستگاه وزن‌کشی دانه که مثلا در یک فرمول دان 580 کیلو ذرته. به وسیله این وزن‌کشی میشه و واریز گودال دان میشه. همه اقلام فرمول دان وارد این گودال میشن، بعد توسط این دستگاهی که مشاهده میکنید خورد میشه و با یکدیگه میکس میشه و از اینجا وارد گودال دان آماده میشه و از گودال دان آماده برای سالن ها به وسیله این لوله‌ای که مشاهده میکنین ارسال میشه که در ادامه نحوه توزیع دان در سالن ها را نیز براتون توضیح خواهم داد. دستگاه به این صورته که مشاهده میکنید. تا درود دیگر.